تو میخوام آفتاب نرسه، اگه یه وقت مهتاب آقای عزیز، هنوز برنامه شروع نشده، اجازه بدید من سلام کنم. سلام، من امیر فردین هستم، با برنامه ما همراه باشید. حالا بفرم. عزیزم پس ما چی؟ منم هومنم. منم سیاوش هستم، همه سیا صدام میکنن. من و هومن و سیاوش با شما هستیم. بخون عزیزم. بله قصه پشمی باز تو صدامه، چه شب گندی باز سر رامه. شما فالش میدونی چیه؟ شما خود فالشی، خودش. عزیزم شما داری زور میزنی، سر ضرب بخون آهنگو. عزیزم شما از خود دفاعی داری؟ بله بهترین دفاع حمله است. خیلی هم برو خوب تو هوا خوندم. بخون. شما اصلا خب دوستان، یه مشکل در پخش پیش اومده، یه میان برنامه ببینیم و برگردیم. یکی بیاد این جنازه رو از این وسط جمع کنه. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. این ششمین قسمت از برنامه ناکوک هستش و خوشحالم که به همراه دو تا از دوستای خوبم، آقا هومن از شهر هامبورگ آلمان. حالا چرا هامبورگ آلمان؟ در 5 قسمت قبلی آقا هومن در شهر اشتوتگارت زندگی میکرد، الان خونه رو برداشتن بردن هامبورگ و از حالا به بعد با ایشون از شهر هامبورگ همراه هستیم و آقا سیاوش که از استکهلم سوئد با ما همراه هستن. خیلی هم سخت این ضبط برنامه‌ها پیش میره به خاطر اینکه دوستان در جای مختلف هستن. من خودم یه جای دیگه ام، آقا هومن یه جای دیگه است، آقا سیاوش یه جای دیگه است و این میکس کردن تصاویر کارو برای ما سخت میکنه. اما برنامه ناکوک حالا رسیده به ایستگاه 6 و خیلی هم جنجالی شده. افراد زیادی نسبت به این موضوع اظهار نظر کردند، حتی شبکه‌های ماهواره‌ای که امروز به چند تا از این واکنش ها میپردازیم و این برنامه هم قطعا براتون جالب و جذاب خواهد بود. در این برنامه استثناً میخوایم بپردازیم به خواننده هایی که داخل ایرانن و مجازن و البته بسیاری از این خواننده ها و افرادی که در همه جای دنیا دارن فعالیت میکنن هم دوست منن، هم دوست آقا هومنن، هم دوست آقا سیاوشن و صرفاً ما قصد داریم در این برنامه سواد موسیقیایی مردم رو بالا ببریم و اگر هم انتقادی میشه در جهت پیشرفت این افراد هستش. یه سلام علیکم کوتاه میکنیم با دوستان و قسمت 6 رو آغاز میکنیم. اول از آقا هومن شروع میکنیم که از شهر هامبورگ با ما هستن، تازه هم نقل مکان کردن و بهشون خوش آمد میگیم و یه توضیح بدن که در طول این یک هفته گذشته که قسمت 5 پخش شد و البته 4 قسمت قبلی چه واکنشی گرفته. قربون شما امین جان. این برنامه‌ای که داریم درست میکنیم برای قسمت 6 خیلی جالبه که واکنش یه سری از دوستان رو در شبکه تپش به همراه داشته که آقای امیر قاسمی یه توضیحاتی راجع به برنامه ما دادن و اتفاقا قصد ما اینه که دوستان بسیار دوستانه و مسالمت آمیز با ما صحبت بکنن و ما مجاب بشیم و همینطور اونا مجاب بشن که توضیح به مردم بدیم و کوالیتی برنامه‌مون رو ببریم بالا. حالا در این برنامه میپردازیم به این موضوع. بله، نکته جالب گفتید که من خسته نباشید میگم به دوستانی که در خارج از کشور شبکه‌های ماهواره‌ای دارن و حالا فعالیت میکنن. علیرضا امیرقاسمی هم یکی از کسانی هستش که چندین سال داره فعالیت میکنه در شبکه‌های ماهواره‌ای و هلوش فکر کنم 1 قسمت و 2 قسمت قبلی بود بچه اگر اشتباه نکنم ما اجرای یه سری از خواننده ها که رفته بودن در تلویزیون تپش و اجرا کرده بودن و البته من در اون برنامه هم گفتم که علیرضا امیرقاسمی امکانات رو واسه خواننده ها فراهم کرده بود که این خواننده ها بیان لایو بخونن، اما متاسفانه با بررسی کارشناسی که آقا هومن و آقا سیاوش کرده بودن این خواننده ها رفته بودن پلی بک کرده بودن و جای لایو قالب کرده بودن به مردم که نسبت به این قضیه اومده بودیم آنالیز کرده بودیم اجراشون و حالا آقای علیرضا امیرقاسمی به عنوان مدیر تلویزیون‌های تپش نسبت به این موضوع واکنششون دادن. خیلی دوست داریم که ایشون تو برنامه ما بیان و صحبت بکنن، همینجا ازشون رسما دعوت میکنیم و البته دمشون هم گرم که خیلی منطقی نسبت به همه موضوعات
توضیح دادن. واقعا بعضی از مدیرها و بعضی از خواننده‌ها و رهبر ارکسترها که ما در برنامه‌های قبلی نسبت بهشون انتقاد کردیم خیلی عجیب و غریب واکنششون دادن، اما آقای علیرضا قاسمی قشنگ نشون دادن که رسانه رو بلدن، ادبیات رسانه رو بلدن و خیلی منطقی نسبت به موضوعات برخورد میکنن. حالا یه تیکه‌ای از صحبتاشون رو هم در جلوتر برای شما پخش میکنیم و جوابیه که داده بودن. اما قبل از اینکه حالا این آیتم رو برای شما پخش بکنیم یه سلام علیک هم به آقا سیاوش بکنیم که خیلی هم منتظر بودن با این کلاه خوشگلشون. آقا سیاوش، واکنش‌ها نسبت به 4-5 قسمت قبلی چی بوده و چه اتفاقاتی افتاد؟ قربونت امیر جون، خیلی ممنونم از همه که اینقدر انرژی خوب میدن به ما. یک دوم اینکه خیلی از دوستایی که سری قبلم گفتم، خیلی از دوستای دستن در کار موزیک واقعا به ما انرژی زیادی میدن و میگن که این مسیر رو ادامه بدین. واقعا از همینجا ازشون تشکر میکنیم. برای ما قوت قلبه که ببینیم کسایی که توی در واقع زمینه موسیقی توی لول‌های بسیار بالا دارن فعالیت میکنن اینقدر به ما واکنش مثبتی نشون میدن و واقعا ما از همینجا تشکر میکنیم ازشون. و همینطور به تمام کسایی که چه توی اینستاگرام، توی یوتیوب برای ما کامنت میذارن، به ما پیشنهادهای خوب میدن، سوال از ما میپرسن، دست همشون درد نکنه. تشکر میکنم. دم شما گرم. البته بازم بگم یه سری از این خواننده‌ها که به حال اسطوره و بت هستن طرفدارای عجیب و غریب و شیشاتیشه دارن که یه مقداری دوستان و خود منو در دایرکت ها و در کامنت ها مورد عنایت قرار دادن و همینجا ازشون تشکر میکنیم. اما یه توضیح بدم که در قسمت 4 و 5 برنامه ناکوک، همونجوری که در دقایق قبل آقا هومن و خود من بهش اشاره کردم، اومدیم اجراهای لایو خواننده ها رو بررسی کردیم که در طول چند سال گذشته این قضیه مد بوده، حتی در تلویزیون های داخل ایران و از اون طرف در تلویزیون های ماهواره‌ای که خواننده ها رو دعوت میکنن در مناسبت های مختلف، عموما در برنامه های نوروزی، و میگن اینا دارن لایو میخونن. اون افرادی هم که حالا سواد موسیقی ندارن فکر میکنن که اینا میکروفون گرفتن دارن لایو میخونن، ولی یه پلی بک قالب میکنن به مردم میدن. از اون طرف خب یه تبلیغ واسه اینا میشه، فکر میکنن اینا توی لایواشون دارن خوب میخونن، میرن کنسرتاشون میبینن اینا آشغال میخونن، سرشون کلاه. بریم یه تیکه حالا به انتخاب دوستان از قسمت 4 و 5 برنامه ناکوک رو ببینیم که خیلی کوتاه انتقاد کرده بودیم از اجرای زنده و لایو خواننده ها در تلویزیون های ماهواری. بعدش بیایم واکنش آقای علیرضا امیرقاسمی به عنوان مدیر تلویزیون های تپش رو با هم دیگه بشنویم. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که من میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. کاملا ارکستر یه چیز دیگه، چون کار تنظیم، کاری که توی استودیو تنظیم کننده تنظیم میکنه، صدادهیش با لایو فرق میکنه. این موزیک کاملا معلومه که رکورد شده استودیو است. واسه باش این چجور صدا این داره پخش میشه با این کیفیت؟ میکروفون وصله به ویولونش؟ قدرت خداست دیگه. نه میکروفون وصل نیست. میکروفون کجا وصل؟ این پلی بکی دیگه 100% یعنی ضبط شده است تو استودیو. تقصیری نداره تولید کننده برنامه، وقتی آرتیستش نمیتونه اجرا کنه که نمیتونه معجزه کنه. تمام امکانات رو هم گذاشته اونجا دیگه، یعنی انواع اقسام سازها و دوربینا و میکروفون همه چیز هست و ما اینجا حمید طالب‌زاده رو می‌بینیم با همون امکانات داره لایو میخونه. پس این باگ از خود خواننده باید باشه. ببینید این آدمای پوریا عشق تو خواستن غلطه. خب بله، این آیتمی بودش که در قسمت 4 و 5 برنامه ناکوک بهش پرداخته بودیم. اگه سری به آرشیو یوتیوب برنامه پشت پرده بزنید حتما میتونید این ویدیو رو به صورت کامل ببینید. خیلی جنجالی هم شده بود این قسمت‌های برنامه ناکوک و خیلی از دوستان مدام منتظرن که ما
این برنامه رو ضبط بکنیم. واقعا ضبط برنامه‌ها یه مقوله هستش، ادیت و رسوندن این برنامه‌ها برای پخش چیز دیگه است، چون خیلی سخت میکنه ادیت کردن رو برای ما، چون دوستان در جای مختلف هستن. تشکر هم میکنیم از آقا سیاوش که ادیت برنامه رو ایشون بر عهده داره. یه فوش میخواد بدید تو قسمت ادیت به آقا سیاوش بدید، من اینجا کاملا بی تقصیرم. و آقا هومن هم که بخش آنالیز خواننده ها رو داره که حسابی زحمت میکشن و چی بگم دیگه، با خاک یکسان میکنن. خب بریم اول جوابیه آقای علیرضا امیرقاسمی رو بشنویم. خیلی کوتاه یه دقیقه پخش میکنیم که دوستان جواب بدن جوابی آقای امیرقاسمی رو، بعدش هم بریم جلو ببینیم چی میشه. میشه نگه دار، تو خیلی حرفه‌ای هستی. ما همیته نمیدیم دو تا آقا نشسته بودن. نه. اسم برنامه چی بود؟ کدوم تلویزیون بود؟ تلویزیون نیستش، اینترنت. یوتیوبه. آره پس حالا فعلا خودتون حرف بزنید. آره. خب یه بخشش رو میتونیم بذارم. بله اینجا داره توضیح میده که یک برنامه یوتیوبی هستش، منظورشون برنامه ناکوک بوده. میذاری نگاه. آره میتونم ببینیم این قسمت رو با هم دیگه نگاه کنیم، این قسمت رو که صحبت میشه. نفر بعدی آقای مایکل که دستی هم بر تقلید صدای خواننده های دیگه هم داشتن و در طول سالهای گذشته برنامه‌هاشون رو دیدیم. ببینیم که ایشون چیکار کردن در این برنامه ویژه امروز. و خیلی جالب این آهنگ آقای ستار رو برده استودیو ضبط کرده و خیلی تمیز میخواد پلی بک نشون بده که دارم لایو میخونم. بعد ریاکشن آقای ستار هم خیلی جالب. همینجا من یه توضیح کوچولویی اینجا بدم. اینجا یه اشتباهی که من داشتم به خاطر اینکه آقای مایکل تقلید صدا میکنن، من فکر کردم که این آهنگ آقای ستاره. حالا آقای امیرقاسمی به این گیر داده بودن که این آهنگ خود مایکله، در صورتی که خب درسته آهنگ خود آقای مایکله که به عنوان یه خواننده خواستن این آهنگو بدن بیرون. شعر و ملودی خانم ژاکلین ویگن. خواستم یه اصلاحیه بدم، یه اصلاحیه بکنم که این آهنگ مال خود آقای مایکله. حالا بریم ادامه رو ببینیم. عشقم دماته رد پاش رو نامه هاته کشور خوب و قشنگم دل من همش با برنامه در یوتیوب بوده. بعضی وقتا ما با هم دیگه صحبت می‌کنیم آقا اصلا شما در یه موقعیت هستی واسه چی درباره کسی صحبت می‌کنی؟ شما اصلا نکن طرف بودم. اتفاقا من درست برعکس می‌بینم. من فکر کنم که اعلام چنین برنامه‌ای و اینکه یه کسی بیاد اگر آگاهی داره صحبت بکنه، من به نظرم کمک میکنه به جامعه ما. اصل ماجرا چی بوده؟ اصل ماجرا این هستش. اول از همه اینه که ما باید یاد بگیریم و متوجه بشیم که فرق کنسرت، فرق برنامه لایو تلویزیونی و فرق برنامه شو تلویزیونی چی هستش. اینا با هم فرق دارن. یعنی شما یک کنسرتی رو ضبط میکنی از یک آرتیستی مثل امسال که مثلا خواننده های مثلا ما برنامه کنسرت شهریار قنبری رو پخش کرد که همزمان ازش فیلم برداری شده. لایو تلویزیونی میریم. لایو تلویزیونی مثل کاری که مثلا ما با منصور انجام دادیم یا من و تو با گوگوش انجام دادیم. درسته؟ این لایو تلویزیونیه که پرفورمنس لایوه. خب بعد میریم شو تلویزیونی. شو تلویزیونی به هیچ عنوان قرار نیست که لایو باشه یا زنده باشه. شو تلویزیونیه. یعنی چی؟ اول از همه کسی که موسیقیانه و آگاهی داره اینو باید توجه داشته باشه که شما بزرگترین تلویزیون باشید یا بزرگترین مسائل باشید. ما بند کاملمون رو داشتیم اونجا. خب همینجا شده جوابیه بگیریم از آقا هومن و آقا سیاوش که ایشون گفته که فرق داره. یعنی آقای علیرضا امیرقاسمی به عنوان مدیر تلویزیون تپش اومدن گفتن که فرق داره کنسرت با لایو و شو تلویزیونی. هومن حالا شمایی که توی زمینه موسیقی تدریس کردید و همچنین آقا سیاوش، فرق هست یعنی در تلویزیون های بزرگ دنیا هم که برنامه های تاک شو دارن خواننده ها میان و اصطلاحاً پلی بک میکنن یا نه واقعا لایو میخونن؟ من فکر میکنم آقای امیرقاسمی دارن توجیه میکنن کارشون رو، میخوان از اون هنرمندا دفاع بکنن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اگر تلویزیون یه آرتیستی رو دعوت میکنه و بند موزیک میچینه پشت اون آرتیست، نباید اون فیشای سیمایی که وصله به اون سازا بره توی گلدون. یعنی اصلا
هیچ اونا فقط اکت بکنن و بخوان یه چیزی رو درست بکنن به عنوان لایف. ما میتونیم تو این برنامه چند تا از اجراهایی که اینور دنیا تو شبکه‌های تلویزیونی انجام میشه به صورت لایو رو بذاریم که متوجه بشیم که آیا واقعا اینور دنیا هم این کارا رو میکنن یا نه، در صورتی که اگر بگن لایو واقعا اینور لایو اجرا میکنن، نه اینکه پلی بک بکنن و به اسم لایو پخش. خب بریم چند تا از اجرای تلویزیون‌های مختلف دنیا رو ببینیم که آیا واقعا لایو اجرا میکنن یا پلی بک. حتی به قهرش بر نکردی. Il tuo passato avrà senso per te. Bend into leaning and مرسی از این آیتم باحالی که دوستان آماده کردن و در اختیار ما گذاشتن. اما حالا برسیم به آقا سیاوش. آقا سیاوش، ما حتی در تلویزیون‌های حتی ترکیه هم می‌بینیم که خواننده‌ها رو وقتی دعوت می‌کنن یا در حتی این بغل خودمون کردستان عراق، بغل خودمون یعنی منظورم ایران آدم در اینجا بازم خواننده‌ها لایو می‌خونن. تعریف آکادمیکی نسبت به این قضیه وجود داره یا نداره که اگر خواننده میره یک جا میخونه باید حتما لایو بخونه یا اگر پلی بک میکنه حتما باید اعلام بکنن که پلی بک داره میکنه؟ چون آقای امیرقاسمی اومدن گفتن که فرق وجود داره بین کنسرت و لایو و شوهای تلویزیونی. آیا فرق وجود داره آسیاوش؟ خب فرق که طبیعتا وجود داره امین جان، ولی داستان اینه که آقای امیرقاسمی من ازشون انتظار ندارم به عنوان یه آدمی که سالها در زمینه تلویزیون و ماهواره فعالیت کردن، سالهای سال کانال ستلایت داشتن، اصلا این حرف یه ذره عجیبه واسم. اولا که اگه ایشون تا حالا تاک شو ندیدن تو امریکا خیلی عجیبه، چون امریکا فکر کنم 150-60 تا کانال تلویزیونی داره، همه‌شون هم تاک شو دارن. تو این تاک شو من 150,000 تا نمونه میتونم براتون بذارم که اگر آرتیستی وارد اون برنامه میشه و قرار اجرایی داشته باشه، حالا چه برای پرزنتیشن آلبوماشون خیلی وقتا این کارا رو میکنن، خیلی وقتا برای اینکه حالا یه مصاحبه‌ای داشته باشن با اون آرتیست، 99.9% اونا لایوه، اجراشون لایوه. طبیعتا کنسرت فرق داره با برنامه لایو تلویزیونی، ولی اینکه شما بگین اجرای زنده خواننده ها تو برنامه تلویزیونی ما باید همشون پلی بک باشن، از نظر من دروغه. حالا این دروغو هر چقدر آدم بخواد رنگش کنه رنگش عوض نخواهد شد و این حرفشون یه ذره واقعا جای تأمل داره. من از یه آدم حرفه‌ای انتظار ندارم اینجوری بخواد توجیه کنه قضیه رو و خب باید قبول کنن که این حرکتی که کردن خیلی حرکت حرفه‌ای نبوده، اون اجرا واقعا اجرایی نبوده که در حتی شأن خود آقای امیرقاسمی باشه. ایشون به هر حال جزو همونجوری که گفتم قدیمی ترینان تو این قضیه و با این همه امکاناتی که ایشون در اختیار آرتیستا گذاشتن، من فکر میکنم کمکاری از آرتیستا بوده که حالا هومن فکر میکنم با حمید طالبزاده عزیزم یه صحبتی کرده بود راجع به این قضیه، حالا فکر کنم خودش بتونه بهتر توضیح بده، ولی من همون جوری که بهتون گفتم میتونم هزاران نمونه براتون بذارم که شو تلویزیونیه و اجرای لایف پرفورمنس اون آرتیست درون اون تاک شو هست و این حرفشون کاملا غیر منطقی و اشتباه. حالا این صحبت‌های هومن رو در خصوص حمید طالبزاده می‌ذاریم جلوتر، چون راجع به حمید طالبزاده هم علیرضا امیرقاسمی صحبت کرد. بریم ادامه صحبتاشو بشنویم، بعد صحبت‌های هومن رو میشنویم اگر موافق باشید. اما آیا همه این تمرین رو میتونن داشته باشن و همه‌شون میتونن بیان این تمرین رو بکنن و همه چی درست از آب در بیاد؟ تو آمریکاییش هم در نمیاد، توی اروپاییش هم در نمیاد، هیچ جا در نمیاد و ما بارها و بارها و بارها و بارها دیدیم که بزرگترین شوهای آقای مایکل روی صدای خودش داره دوباره میخونه. منو بود احساسش اصلا دوباره داره میخونه و ما وقتی که میکس کردیم آهنگو، چون همه اینها دوباره میکس شده، دوباره ریمیکس شده، وقتی میکس کردیم اینو یا جاز داره میزنه
داره میزنه و ما داریم ریکوردش میکنیم، اون رو ضبط داریم میکنیم، پرکاشن داره میزنه، ما داریم ریکورد میکنیم اون رو. پس اینها رو همه رو ما میاریم، بعد آقای آرا هایرپتیان در استودیو ما اینا رو ریمیکس کردیم. برای همین باید بهش مال همه بچه‌ها. حالا یکی هست مثل حمید طالبزاده، نگاه میکنیم بهش مثلا فلان خواننده‌ای داره یه آهنگی رو اجرا میکنه. آقای امیر قاسمی الان گفتن ریمیکس، یا ایشون نمیدونن ریمیکس چیه یا اصلا کلا دارن اشتباه میزنن، بخاطر اینکه اصلا ریمیکس معنیش این نمیشه که شما یه چیزی رو ضبط کنی یکی روش پلی بک بکنه بعد دوباره ببری میکس. ریمیکس کردن اصلا تعریف خاصی داره. من یه آیتم کوچیکی هم در مورد این ریمیکس کردن آماده کردم براتون که میتونیم ببینیم با هم، اونجا بیشتر توضیح میدم. و یه مسئله دیگه که هست، میگن که آقای مایکل اونجا داره لایو میخونه و درامز داره لایو میزنه. از اولا که اصلا تو اون ترکی که داره آقای مایکل پلی بک میکنه که لایو هم نمیخونه، اصلا درامزی وجود نداره، فقط ارکستراله. حالا ما میذاریم حتما همون چیزی که اونجا پلی شده و پلی بک میکنن همون رو یوتیوب هست، همون ترک ویدیو شدهش ما میذاریم ببینید که هیچ فرقی از لحاظ صدادهی نمیکنه. من موندم این چه جور لایوی بوده که آقای مایکل خونده و به قول ایشون ریمیکس هم شده که اصلا ریمیکس هم سیاوش توضیح داد چطور میشه که اینقدر تمیز باشه. پس این اصلا اینجوری نیست، اصلا همچین اشکم دوته رد پا، اشکم دوته رد پا. بابا اصلا تو همون اجرا صدای ارکستر حمید طالبزاده داره لایو میزنه، صدای ارکستر لایو تو همون اجرا هست. اصلا اجرای آقای مایکل اون صدا رو نمیده. یه صدا من میشه یهو ارکستر معجزه میشه صداش عوض میشه دیگه. جل الخالق به خدا، همون قدرت خداست. دوباره بریم این آیتم ریمیکس رو ببینیم داستان ریمیکس چی بوده. برای بهتر فهمیدن مفهوم ریمیکس اول باید با چند مفهوم دیگه آشنا بشیم. بعد از اختراع دستگاه ضبط صدا در قرن 19 میلادی توسط توماس ادیسون تا به امروز هنرمندان زیادی سعی داشتن که با ضبط کردن اصوات مختلف و ایجاد تغییر در صداهای ضبط شده به روی رسانه‌های محتوا یا همون ریکوردینگ میدیا فرم‌های جدید در گونه‌های صدا ایجاد کرده و به عنوان بخش جدیدی از موسیقی به آن نگاه شده. این تغییرات در شکل‌های مختلف و با ابزار مختلفی انجام میشه. مثلا ضبط صدا بر روی نوار مغناطیسی و ایجاد تغییر در سرعت بازپخش و یا ضبط با سرعت پایین و بازپخش با سرعت بالا. با فراگیری ایستگاه‌های رادیویی و تاثیر روزافزون موسیقی بر فرهنگ‌های جوامع مختلف، افراد گوناگونی شروع به ترکیب و تغییر گونه‌های مختلف موسیقی کردند و سعی داشتن که موسیقی از ملل مختلف دنیا رو با هم بیامیزند. اما مفهوم مدرن و امروزی ریمیکس از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی و از فرهنگ موسیقی دنس‌هال جامائیکا نشأت میگیره. افراد محلی که معمولاً موسیقی پخش می‌کردند چه به صورت دیجی در کلاب‌ها و چه در ایستگاه‌های رادیویی شروع به تجزیه موسیقی به لایه‌های ابتدایی آن و سپس ترکیب آن لایه‌ها با موسیقی‌های دیگر کردند تا با سلیقه مخاطبان نزدیکتر و قابل قبول‌تر باشند. تهیه کنندگان و آهنگسازانی مثل کینگ تابی، رودی ردوود و لی اسکرچ پری باعث محبوب شدن نمونه‌های بی‌کلام و تغییر یافته قطعات موسیقی رگه شدند که در ابتدا فقط در حد برداشتن صدای خواننده بود، اما با مرور زمان و با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته‌تر و افکت‌های خلاقانه‌تر روز به روز به بهتر شدن و پیشرفته‌تر شدن این ورژن‌ها منجر شد، مثل استفاده از سامپل‌ها و یا لوپ‌ها که در واقع استفاده از بخش کوچکی از یک لایه صدا به صورت متوالی است. با مهاجرت هنرمندان جامائیکایی به نیویورک در امریکا و علل خصوص محله برانکس و تاثیر آنها بر روی موسیقی هیپ هاپ، محبوبیت این تغییرات و ویرایش‌ها و ترکیبات آنها در موسیقی بیشتر و بیشتر شد که امروزه از این کار به عنوان ریمیکس یاد میشه. اما این رو باید در نظر داشت که ریمیکس با ویرایش و میکس تفاوت دارند که بعداً به آنها میپردازیم. به زبان ساده‌تر ریمیکس یعنی ایجاد تغییرات در تنظیم یا ارنجمنت موسیقی با استفاده از صداهای متفاوت از آنچه در نمونه اصلی استفاده شده گفته می‌شود و نه تغییر در میکس به معنای کم و زیاد کردن حجم و اندازه صداها و کشش زمانی آنها. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش می‌کنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که می‌خوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. بله آقا سیاوش داستان ریمیکس رو یه توضیح کوتاهی دادن، دمشون هم گرم. حالا این میشه ریمیکس، نه اینکه آقای امیر قاسمی میگه که میبرن تو استودیو. خب بریم حالا جلوتر ببینیم داستان از چه یا یه مسئله اجرا میکنه. یادمون باشه حمید طالبزاده هم که لایو خوند آهنگ رو، باز هم ریمیکس باید بشه، باز هم باید تمیز بشه کار. چون به خاطر چی؟ به خاطر همین است که ما میایم چنل های مختلف سازا رو ضبط میکنیم، صدا رو ضبط میکنیم که کار رو تمیز انجام بدیم،
که کار درست انجام بشه. این وسواس یک تهیه کننده هستش نسبت به یک کاری. پس این دوست عزیزی که مثلا عنوان کرده، من در رابطه با صحبتش درباره کنسرت ها حرف نمیزنم یا درباره لایو پرفورمنس ها حرف نمیزنم که حالا ایشون نمیدونم از گوگوش عزیز یا از ابی نازنین از این دوستان خورده گرفته. من اونو نشنیدم، نمیتونم الان صحبت کنم. ولی در رابطه با شو تلویزیونی بی پایه و اساسه. خب حالا نشنیدم، ولی من نمیدونم کجا آمار دقیق دارن دیگه به صورت خطی و موازی. دمشون هم گرم. حالا خیلی دوست داشتیم. آره خوبه ندیدم. حالا اگه دوست داشته باشن تشریف بیارن تو برنامه. من واقعا دوست دارم که ایشون بیان و توضیح بدن به صورت لایو با دوستان ما و توضیحاتشون حالا بشنون مردم و قضاوت کنن. بریم قسمت بعدی توضیحاتشون رو بشنویم. دیگه درباره کنسرت صحبت کنیم. ما در دنیای موسیقی راجع به کنسرت ولش کن. آره کنسرت گفتن که آقای حمید طالب زاده هم خوندن و به قول خودشون رفته ریمیکس شده. حالا ریمیکس منظورشون همون تنظیم شده است، تنظیم کردن آهنگ بوده و اتوتیونز کردن دیگه. درسته؟ من چون کم کم دارم یاد میگیرم. آقا اون این داستان آقای حمید طالب زاده چی بوده شما باش صحبت کردید و چه اتفاقی افتاده بوده؟ واقعا ریمیکس کردن صدایشون رو به قول آقای علیرضا امیرقاسمی. تو کلاب هاوس توی رومی بودم که با حمید صحبت کردیم. حمید بسیار هنرمند با اخلاقیه واقعا و متعهد. بعد ایشون میگن که ما صدای طالب زاده رو ریمیکس کردیم دوباره. اصلا بازم اشتباه دارن توضیح میدن. شاید حالا برنامه رکورد بشه، اگه ارکستر لایو باشه ببرن میکس بکنن، یعنی علاوه اکولایز، علاوه ریورب بندی، علاوه اون مسترینگی که در نهایت بشه که صداها تمیز بشه، که دیستورت نباشه، که در نهایت اونا تمیز باشه. اون میشه میکس مجدد که اون صدا. ولی ریمیکس دیدین که تو آیتم هم دیدین معنی دیگه ای داره. بسیار عالی. پس دوستان همونجور از قبلش گفتم میریم موضوع پلی بک میکنیم. بریم. خب بریم بقیه صحبت‌ها رو بشنویم. حسین عزیز، سلطان موسیقی پاپ که همه باش آشنایی دارن مایکل جکسونه. این دیگه سلطان موسیقی پاپه. شما نگاه میکنید به کنسرت 1997 مونیخش. تو کنسرت 1997 مونیخ بخشی از برنامه این بوده که منیجر به یکی از گاردی ها میگه سر یک آهنگی خاصی که You're Not Alone، سر آهنگ You're Not Alone یه نفر از تماشاچی‌ها رو نشون میکنه، میگه اینو بردار بیار ببرش بغل مایک‌ها، چون اینا اون حالو میخواستن، اون هیاهو رو میخوان. این بهش میگن بیگ سلپ. فارسیش معنی قشنگی نداره، میگه تو گوشی بزرگ. در کنسرت این بیگ سلپ وجود داره که ما حساب میکنیم میگیم این قسمت با یه چنین کاری جذاب میشه. جکسون اون حرکات و اون کارا رو بکنه و بعدم بتونه راحت اجرا بشه. منظور اون دوست عزیزمون که داشت باش مصاحبه میشد، منظور اصلیش این بود که مایکل جکسون هم همون جوری میرقصه، هم لایو همون جوری میخونه، دندونای آدم خدا بیامرز میریخت موقع لایو، اجرای لایو ایشون. من نمیدونم آقای امیرقاسمی اطلاعات رو از کجا میارن، به خدا اینا به ما هم بگن دیکشنریشون کجاست و این دایره المعارفشون چیه. من خودم میخوام برم یه مطالعه مجدد، چون بر اساس حرفایی که ایشون میزنن هر آنچه که ما تا به امروز آموختیم همه کشک اصطلاحاً. چون اصلا مایکل جکسون به این اتفاقا معروفه که همزمان که داره میرقصه و اونقدر لایو اجرای اون پرفورمنس رو داره، همزمان هم داره میخونه بدون یه دونه فالشی. یعنی حالا یه دونه ترک رو برداشتن رفتن یکی از وسط جمعیت آوردن و فلان، اصلا حالا میگم پلی بک هم حتی داشته باشه، اون سری هم گفتم وقتی آدم میتونه خورده نگیره از اون آرتیست که 100 تا اجرا داشته 99 تاشو لایو خونده، یه دونه اجرا پلی بک کرده، میگم آقا اشکال نداره. ولی وقتی که تمام اجراهاشون پلی بکه همیشه، من واقعا نمیدونم چی باید بگم. مرسی آسیانش، ممنون راجع به توضیح. فکر کنم دیگه ادامه صحبت‌های علیرضا امیرقاسمی حالا لازم نباشه پخش بکنیم و اگر دوست داشته باشه من خیلی دوست دارم که ایشون بیان و توی برنامه ما حضور پیدا کنن، جواب بدن و حتی یه تشکر هم ازشون بکنیم بابت اینکه توی این چند سال گذشته زحمت کشیدن و تلویزیون داری کردن. حالا انتقاد کوچولویی هم ازشون داریم بتونیم ازشون بکنیم.
موزیک ویدیو صحبت بکنیم اگر موافق باشید. و 3 موزیک ویدیویی که گفتم ابتدای برنامه از خواننده‌های داخل ایران انتخاب کردیم که ببینیم و آنالیز بکنیم، هم از لحاظ اجرا، هم از لحاظ ساخت موزیک ویدیو، ادیت و تصویربرداری و سایر موضوعات، حتی رنگ بندی و انتخاب لوکیشن که آقا هومن و آقا سیاوش نظراتشون رو میدن. موافق دوستان؟ بریم. موزیک ویدیو اول در خصوص آقای حمید هیرات هستش به اسم راز و بازم میگم من خیلی از این خواننده هایی که میخونن و دوست دارم صداشون رو. بیشتر این خواننده هایی که ما اگر بهشون انتقاد بکنیم یا راجبشون صحبت بکنیم، حالا هم من هم آقا سیاوش و هم آقا هومن، شاید دوستامون باشن و شاید ما طرفدار کارهاشون باشیم. پس انتقادی که میکنیم نه دشمنیه نه چیز دیگه، صرفا میخوایم هم کیفیت کارها بره بالا، هم کارگردان هایی که این موزیک ویدیوها رو درست میکنن ایده های بهتری بهشون برسه و نسبت به این موضوعات خلاقانه تر برخورد بکنن. این که میگن امکانات داخل ایران متفاوت هستش با امکانات خارج از کشور، به نظر من نه. الان داخل ایران بسیاری از کارگردان ها و بسیاری از کسانی که تو کار ساخت موزیک ویدیو هستن امکاناتی رو دارن که با امکانات روز دنیا حداقل توی تصویربرداری تنه به تنه نباشه، یه پله شاید پایین‌تر باشه. درست آقا سیاوش؟ دقیقاً همینطوره. ببین تو ایران الان عموم دوربینای حرفه‌ای که وجود داره، دوربین رد وجود داره، بلک ماجیک دیزاین وجود داره، پاناسونیک، سونی، همه چی وجود داره. نورم انواع و اقسام بوده و هست و هر روزم داره جدیدترش میاد. از نظر نرم افزارهای ادیت و اینا هم که نرم افزارها واسه همه یکیه دیگه، من فکر نمی‌کنم فرقی بکنه خیلی. بیشتر میگم برمیگرده به اون اکسیکیوشن، یعنی اجرا، دقیقاً اجرا، خلاقیت و در واقع اون ایده پردازی قضیه از همه چی مهمتره، من فکر میکنم. خب بریم به این موزیک حمید هیرات برسیم. اسم راست نشاتم یه دور رفتن کویر موتورسواری، گفتن همونجا هم یه موزیک ویدیو بگیریم کارو در بیاریم. درست آقا؟ اصلا هیچی نیست به نظرم، یعنی واقعا ساده تر از این دیگه نمیشد دیگه. یه دست لباس تنش کردن و نشسته تو شن و دوربین دورش داره میچرخه، هر از گاهی یه درونی هم حرکت میکنه. از این ساده تر اصلا نمیشه واقعا. آقا هومن در خصوص کیفیت صدای حمید هیرات که طرفدارای زیادی رو هم جذب خودش کرده و یه سبک خاص صدا داره، نسبت صداش هم اگه نظر به ما بدی ممنون میشم. امین جان تو این استایل خب خیلی خواننده‌های قوی داریم، به خاطر همین منو زیاد جذب نمیکنه، چون احساس میکنم مثلا زنده وکیلی خیلی قوی تر میخونه تو این استایل و حالا همایون شجریان خیلی قوی ترن، اصلا قابل مقایسه نیست. و ایشون هم ثابت کرده که دستی بر فالشخوانی های زیاد در کنسرت ها و اجرای زنده داره. حالا اونا رو هم من بعدا آنالیز میکنم و حتی پلی بک توی کنسرت، یعنی صداش داشته پخش میشده، میکروفون نبوده، یه سری کارا شیطنتایی که حالا بعدا راجع بهش صحبت میکنیم. اصلا الان اینو شما گوش کنی اوتوتیون روش داره بندری بستگی میزنه، یعنی انقدر زیاده حل میکنه کوک کوکو تمیز و نه اصلا تش میره واسه بلبلی. خیلی خوب. که قدم آقا پلی بک هاش هم سینک نیست. نگاه کنید یه تیکرش دقت بکن آقا سیاوش اونجا نمیخونه، میخونه، صدا میره نمیاد. تا این که قدم به راه کج معلوم سینک نبود سریع هم کات زدن، دیدی؟ اصلا نزدشون جمله تموم شه. من فکر کردم چون توی زومیم داریم صحبت میکنیم این دیلی رو گفتم شاید به خاطر تصویره، پس کلا سینک نیست. منظور هومن از زوم اپلیکیشن هستش که ما نرم افزاری هستش که ما داریم برنامه رو ثبت کنیم. آره. و بریم ادامهش ببینیم. سلطان جهان من نمیدونم واقعا این بودجه این ویدیو فکر کنم 1200 تومان بوده، چون که اصلا هیچ یه اندی فیلتر نبستن روی لنز دوربین که توی همچین نور هارشی وسط کویر یه ذره تصویر صافت و نرم بشه و اصلا واقعا به قول شما رفتن اونجا موتور سواری و جوج و فلان و اینا، گفتن حالا یه ویدیویی هم سر دست بگیریم دیگه. با موبایل هم گرفتم مثلا آیفون 12 پرو مکس کارو در آوردن احتمال زیاد. آره با آفرین احتمالاً همون بوده، کیفیتش میخوره با آیفون 12 باشه. خدا همین امروز
از اینا بوده، با یه دونه از اینا کارو در آوردن، تو گرفتن، گفتم یه سپاهی هم احتمالاً بوده اینجوری هم هست. آره سیاوش حالا تخصص من که ویدیو نیست، ولی هورایزوناشون هم می‌بینی، هورایزونی که دارن اصلا سینگ، یعنی یه جای گوشه از تصویر، اصلا آرتیست وسط نیست. آفرین. آره. ببین مثلا یه چیز دیگه که خیلی‌ها استفاده میکنن کارگردانای خفن تو دنیا، گلدن ریشیو هست، یعنی نسبت طلایی که بر اساس همون سکونس فیبوناچی در واقع تو تصویر یه چیزی مثل حلزون میکشن، یه گریدی درست میکنن مثل حلزونه، این یه سری نقاط طلاقی داره بر اساس اون گریدی که ایجاد میکنن، سعی میکنن صورت. یا بعد من حالا یه چیز دیگه، اوکی یه دونه لوکیشن داری، یه کار مثلا خیلی ساده ای میخوای حداقل 4 تا شاتی بگیری، اون اپچر اون لنز رو باز کنی، یه ذره بک فلو بشه، یه ذره نزدیک بگیری، کلوزآپ های خوشگل، همینجوری دوربین الهی تو ما در دورش داره میچرخه، هر از گاهی میره رو گیمباله دوباره برمیگرده دوربین رو دور آقا. بریم یکم دقایق جلوتر، مثلا دقیقه 2 همچنان رو همین لوکیشنه، من همجوری میدم جلو، یه هیلیشات هم اینجا گرفتن. آره درون اینجا استفاده کردن، یا همون هیلیشات و اینا دور هم بودن. نگاه یه چیزی بگم جالب دیدم، حالا امیدوارم بتونم لوکیشنشو پیدا کنم. صبر کنید، چیز جالب دیدم بچه‌ها، اگه پیداش بکنم، رد پای ماشین و اینا بوده، احتمالاً رفتن اونجا کویر سواری، بعد گفتن پیدا نکردم. همینه دیگه، اول تا آخرش هم همین بوده. خب موزیک ویدیو بعدی بسیار ضعیف بود این موزیک ویدیو و من از نظر من بسیار ضعیف بود، همه جوره، تصویر برداری، نمیدونم ستی که نداشتن، کاستوم دیزاین نداشتن، نور پردازی نداشتن، هیچی نداشت که آدم مثلا دور هم بودن دیگه، خودشون مثلا یه تصویرات با هم رفتن گفتن آره یه موزیک ویدیویی هم در بیاریم، کارو در بیاریم. خب موزیک ویدیو بعدی موزیک ویدیو آقای علیرضا طلیسچی، آهنگ قاف. یه نکته بگم، من بسیار این آهنگ قاف رو دوست دارم و صوتیش رو که دیدم لذت بردم. داشتم رانندگی میکردم با موبایلم، رفتم رو پلیلیستای ماشین خودم که آهنگ قاف علیرضا طلیسچی هم بود، موزیک ویدیوش اومد بالا، دیدم چیز داغونیه. بازم میگم من صدای علیرضا طلیسچی رو دوست دارم و کارش رو دوست دارم، با اینکه دوست دارم انتقاد میکنم و این آهنگ قافش هم به نظر من یک بابا این میکروفون ما بچه خراب نشه، حالا اشکال ندارم جور کات نشده بذارید از این قطع بشه، ولی خب ببینید نظرتون رو بدید دیگه چی بگم. بازم میگم من این آهنگ قافو خیلی دوست دارم. یه نکته بگم، حالا تبلیغم میشه واسه بیمه تعاون، اما از اسپانسر استفاده کردن. بیمه تعاون خیلی کار خوبیه به نظر من. اگر برندهای بزرگ و کارخانه‌های بزرگ میتونن سرمایه گذاری بکنن، میتونن اسپانسر بشن، حتما اسپانسر خواننده داخل ایران بشن و ترجیحاً کاری بکنن که پول به خود خواننده برسه. اینو میگم، مدیر برنامه رسید خود خواننده واقعا این پول برسه، چون واقعا بعضی از این موزیک‌ها و بعضی از این آهنگ‌ها میلیونی دیده میشن و بارها دیده میشن. بهترین تبلیغ واسه خودتون هستش. خواستم بگم که این تشویقی بود که میخواستم بکنم و خیلی هم توی دنیا درست من از این نوع تبلیغات استفاده میشه دیگه. بله همینطوره که دقیقا هم که میگی شما همینجا. همین چون حالا اون لالوها داشتن پول میگرفتن خواننده و اینا، یخت خرج پروداکشنشون هم بکنن، به خدا ما خوشحال لپامون گل میندازه. آقا یه پرانتزم اینجا باز بکنم. آقا هومن الان در شهر هامبورگ هستن، به دلیل شیوع ویروس کرونا تا ساعت 6 بعد از ظهر بیشتر نمیتونن باشن و باید ببندن. این جایی هم که اصلا یه لوکیشنی هستش که توی یک مغازه است، درست آقا هومن؟ بله این ساز فروشی دوستم آقای مشروطه که به من محبت داشت و لوکیشن و اختیار من گذاشت. الان بهش گفتم که اسم رفیقش رو بگه، الان شاکی نشه، چون در لحظه‌ای که این برنامه رو ضبط می‌کنیم 6 و 15 دقیقه است، یعنی 15 دقیقه هم از اون
تایم گذشته ولی خب احتمالاً نامه دارن میتونن بمونن. خواستم بگم که اگه اینقدر آقا هومن داره با استرس هم صحبت میکنه این تایمه هستن واقعا دستش هم در نکنه دوستش که این لوکیشن گذاشت، چون گفتم دیگه آقا هومن تازه جابجا شده رفته هامبورگ تا استودیوش آماده بشه، گفتیم از تایم عقب نمونیم و برنامه بخواد بره جلو. من اجازه گرفتم همینجا، من از دوستم پرسیدم گفتم اوکیه، گفت من به خاطر شما وای میسم محبت کردم. خب دستش هم در نکنه. تبلیغ هم واسش بکن یه بار دیگه توی هامبورگ. سازگوشی اسمش چیه؟ موزیک هاوس کرمی که باعث افتخار دوستان واقعا موفقه توی هامبورگ، یکی از بزرگترین سازگوشی‌های توی هامبورگ بوده. گفتیم آقا تبلیغ هم واسهشون بکنیم، دمش هم گرم. بحث تبلیغ شد گفتیم حالی هم بهشون بدیم آقا این استودیو حتی شما گذاشتن چرا ندیم ما بریم ببینیم موزیک ویدیو چی. خب یه لوکیشن فکر کنم بیمارستانه، آقای علیرضا طلیسچی هم اونجا هستن و دیگه سایر امکانات. درسته؟ بله. یه سرومی هم بهت میزدن علیرضا بد نبود، حداقل لوکیشن طبیعی‌تر میشد. درسته؟ سرم آویزونه فقط چرا وصل نیست؟ میزدی دیگه، یه سرم ریز بود، آب مقطر بود، واسه سلامتیت هم لازم بود دیگه توی این اوضاع کرونا. ببین تصویر برداریاش بد نیست ولی کوالیتی در حد مثلا سریالای شبکه 2، یعنی قشنگ وان تیک داره، اینجوری حرکت دالی داشت و فلان اینا، ولی کوالیتی واقعا در حد سریالای ارزون قیمت شبکه 2. حیفه به خدا، یعنی این هم دارین حالا گیریم خرج ریزی هم میکردن، یه جای مثلا سرومی، یه جای آمپولی، آره بعد موهاش تو ذره به هم ریخته، ذره سر و صورت و یه کاری میکنم مثلا یارو رد کرده در دیوونه است، خیلی برق میزنه، باندی رو دستی میپیچیدن همون. تو خوب من آقا این گردنش رو علیرضا اینطوری میکنه، من یاد اینا هستن میرن توی چیزها دعوا اینا اینجوری حس میکنم. نظر شما چیه آقا هومن؟ موزیکش خیلی ضعیف ساده است، چون این آقا من الان گفتم این موزیکو دوست دارم، شما میگی ضعیف و ساده است. نه خب امین جان شما به شکل یه شنونده گوش میکنید، من احترام قائلم برای گوش شنونده. علاوه تخصصی اگر بخوام جواب بدم، خیلی تنظیم ساده‌ای داره، یعنی اکبر لامینوریه، لامینور، رمینور. اکبر لامینور رو بگو. خیلی خب یه خورده ساده است، یعنی لامینور چیه نفهمیدم. معمولا اینا که تازه معمولا کسایی که تازه یاد میگیرن موزیکا تو لامینور کار میکنن، مثلا آکوردهای ساده رو، مثلا آکوردهای چند صدایی نمیشنوم، کار انگار 100,000 بار شنیده شده، انگار از موتیفای دیگه برداشته شده. بعد راجع به آقای علیرضا طلیسچیه، درسته؟ چون من دارم سرچ میکنم خواننده ها رو برای آنالیز لایواشون، واقعا یکی از باید جایزه داد به خاطر فالش خوندنش توی لایو. آقا سیاوش این حرکت رو من یه بار دیگه پخش میکنم شما نظرتون بگید. بله این حرکت رو شما توضیح بده که اینجوری میکنه، این کج میشه یهو چی؟ یه سمک هم داره روی گوشش، حالا دمشون گرم یه هزینه کردم واسه سمک و اینا. مثلا الان واقعی اون یا الکی واسه سیسشه؟ نه واسه سیسشه. واسه سیسش رخ کاره، رخ کار اصطلاحاً درست. میدونی چند وقت دلم تو رو میخوام. اینجا خیلی بهتره میکاپش، میبینی یه ذره تحریش در اومده، سفید مفید شده، اینجا ریشا رو زده قشنگ براق. ببین اینجا خیلی بهتره، نکو یه ذره ژولیده است و بیشتر به فضا. بعد آقا من نمیدونم چرا اینقدر نورپردازیاشون بده، واسه چی اصلا این شکلیه؟ این تصویر نباید این شکلی باشه، این تصویره اینجوری میره و انگار مثلا باحاله. ولی خب بازم میگم مثلا من خیلی دوست داشتم اونجا که علیرضا طلیسچی اونجوریه، اون نورا تو بک‌گراندش هست، یه نور یه ذره سافت خوشگل، بعد یه ذره نورای موضعی تو محیط، پرکتیکال لایتینگ بهش میگن. آفرین، یه ذره کمک میکنه، میدونی، یه ذره برای اینکه اون جو ایجاد کنی. مثلا اون مهتابیایی که بالا قشنگ معلومه یکی وایساده هر از گاهی این چراغه رو میزنه، بیت بیت بلبل میزنه، روشن میشه، خاموش میشه، در صورتی که اینا باید یه سری نورای دیگه باشه تو اون محیط که اونا یه ذره بولد بشه تو تصویر. خب دیگه زیاد بهش نپردازیم، بریم یه دیگه همش هم توی همین لوکیشنه. نگاه کنید من
تا آخر میرم یه مقداری آقا خواهشاً تنوع بدید به لوکیشنات. اینجا داده دیگه، حالا یه لباسی پوشیده، تو رو خدای تنوع بدید به لوکیشناتون. اگر میتونید هزینه کنید. اینم آقای علیرضا تاییدی. بازم میگم من این موزیک قافش رو دوست دارم، زیر بارم نمیرم که. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که من میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید.